اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی از موتر جدید ساخت افغانستان دیدن نمود. وی در این دیدار از کارمندان و تیم کاری اداره ملی تعلیمات تکنیکی و مسلکی تقدیر به عمل آورد. همچنین گفت این اقدام خوب برای افغانستان است. علاوه نمود ما در کنارتان هستیم و از همچو ابتکاراتتان حمایت میکنیم. کار بازسازی پارک شهر نو توسط شهروالی کابل به سرعت ادامه دارد. ریاست عمومی پاسپورت میگوید اخبار و موضوعات منتشر شده در برخی از شبکه‌های اجتماعی و صفحات بی‌باور فیسبوک در رابطه با سرگیری و توزیع پاسپورت نادرست و دور از واقعیت است. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید بر اساس برآورد مجموع نفوس ولایت دایکنی در سال 1401 به تعداد 534680 نفر میرسد که از جمله 274421 نفر آن مردان و مطابق آن را زنان تشکیل میدهد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید به تعدادی از مالداران میدان وردک ولسوالی سیدآباد کمک مواد خوراکی حیوانات صورت گرفت. هفته گذشته از طریق خطوط آهن افغانستان 114666 تن متریک انتقالات صورت گرفته است. وزارت عدلیه میگوید 2200 جریب زمین اماراتی در ولسوالی بهسودی ولایت ننگرهار تثبیت شد. اداره ملی استاندارد به تعدادی از محصلین پلی تکنیک کابل و پهنتون بلخ پس از اتمام دوره آموزشی تحصیل نامه و تحفه اعطا نمود. رئیس عمومی تفتیش قضایی سر محکمه از محاکم و زندان مرکزی ولایت پنجشیر بازدید نمود. امارت اسلامی از رسانه‌ها حمایت می‌کند. آیت الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید امارت اسلامی به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ حامی رسانه‌ها بوده. همچنین می‌افزاید سعی و تلاش ما این است که همکار و تقویت کننده رسانه‌ها باشیم. شرکت برشنای افغانستان میگوید با آمدن امارت اسلامی تمام مشکلات در مقابل تطبیق پروژه کاسه 1000 حل گردیده است. از این رو حامیان بین المللی باید برای تطبیق این پروژه منطقه‌ای اقدام نماید.